Camera, roll, action. Dum dum. محمود جان چطور هستین شما؟ خوب هستی؟ خوب هستین؟ بان والا ماشاءالله مقبول معلوم میشه. خب نه بانش امی تو بان چیز کدام برند هستی؟ برای نیست او بیاده از پایین یافتیم. شوخی میکنه مگه در بانی فیلم خراب کردی میگفتی نه اینترویو بیادره ما همی تو شوخی کردیم. محمود جان که هستم ماشاءالله علی ازش میشنویم چیزی. محمود جان شما خوب هستین؟ شکر الحمدلله. شکر الحمدلله خوب هستین، جور هستین، صحتمند هستین. شکر. چقدر وقت تیر کردین در ترکیه؟ ترکیه تقریبا 8-9 سال تقریبا در یادم نیست مقصد اما خیلی وقت میشه 8-9 سال میشه 10 سال بگویم دیگه. چی کار کردین اونجا؟ کار نقلیه کردیم. نقلیه او چی هست؟ یعنی بارباری خانه. ما گفتم خیر نقل جا میکرده. نه خدا خب نقلیه یعنی نقلی خانه کوچی. خانه کوچی در فارسی امور رقم میشه نمیفهمی؟ امیر رقم میشه صحیح. نه و ترکی میشه که نقلیه. خوب گفته فارسی ما یک کمی ضعیف است. از من هم ضعیف هستن. خب خب زبان شما فارسی نیست؟ نه زبان ما ترکمنی هست. خب ما و تو هم سخنم هم وطنیم خنده کن. همینطور است؟ ما زبان آذربایجانی میفهمیم، ترکی رو میفهمیم، ازبکی رو میفهمیم، یعنی فهمیده میشه. خب علی خودت پشتو یاد داری؟ پشتو میفهمم یعنی چطور هستی خوب هستی یعنی مشهور شدگی زبان یک پشتو یک کلمه شه چی واره چی شواره پرسان میکنه شما چی خواهش دارین چی میخواین شما؟ نه یعنی ما زیادتر شنیدگیم یعنی نه ای از مردم پرسان میکنم ما تو علی بعد از یک شو جور میکنم نمیشه بیا چی بانیم؟ ما و تو هم وطن هم سخن خنده کو. خب محمود جان در زبان جرمنی یکمی گپ میزنم صحیح؟ در آلمانی صحیح؟ Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Und Ihnen? Alhamdulillah, auch gut, danke schön. Gerne. Was hast du gemacht heute? Was hast du gemacht? Heute ist alle... Nein, ich habe gefragt, was hast du gemacht? Ich? Ja, natürlich du. Okay. Ich mache nicht alle... گوش کن بگو هر چی که میگی قصه ایش نشو بیادر ما تو چیز هست ما تو در بین خود گپ میزنیم یک ویدیو جور میکنم پوست میکنم بیادر صحیح کسی خوشش میاد سعی کنه شوق تیک تاک دارین یعنی اینترنت میخوای یعنی ویدیو جور کنی مسخره کنی خنده کنی یا هر چی که اگر شد مسخره یعنی ملت یعنی خنده کنه پیش آمد خوش آمد او هست حالا ما تو کجا بودیم؟ ما تو در ترکیه بودیم. در ترکیه نه همینجا بودیم در آلمان بودیم. ما ازت پرسان کردیم was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich mache nicht. Was mache nicht? Ich mache nicht. یعنی تو نگفتی heute was hast du gemacht? یعنی امروز چی کردی؟ نگفتی مگه؟ ما گفتیم امروز چی کار کردی؟ چی کار کردی امروز بگو. در بین خود جرأت پیدا کو یک چیزی بگو. نه وقتی که جرأت پیدا کردی نه گډوډ گفتی اینقدر گډوډ نه تا اندازه امی اندازه ای تو بگو was hast du gemacht heute? Ich mache heute ich gehe in Fitness und kommt ja zu Hause. Wie viel Uhr du hat Fitness gegangen? 19:30 Uhr gehen kommt 10 Uhr 22 Uhr kommt okay. zu Hause. जिंदाबाद है ना रोच याददारी में गाना दार अभी बताओ इंग्लिश में आपका हाथ कैसा है? इंग्लिश में हाथ तंग है तंग है चलो आप इंग्लिश वाला हाथ खोलना चाहेंगे? बोलो थोड़ा हाँ you can also speak English? Yeah. Wow, you are also very talented boy, man. Thank you. I appreciate you, bro. You are very talented boy. Thank you. My English also very powerful. You know? ها bro. چیز خودت بگو هوبی چی هسته؟ الله هوبی دیگه گشت. دیگه هوبی دیگه ندارم. ها هوبی دارم.
چیه؟ کنفیوز هستی که هوبی بله. داری یا نداری نه؟ گنگس و گول هستی. خوردنی مثلا غذای خوب. علی بر از یک پرسان ازت میکنم شما چرا این رقم گنگس و گول هستین؟ هوبیز خودم نمیفهمم. چون که اولین بار در فیچری کامرا آمده که یعنی خواه چیز نروس هستین. نروس نشد آله دیگه. گلوت میشه آله. خب برای از این نروس هستین. نه چیز نه کام پیشروی کامرا هستیم اما خاطر یعنی هیچ گپ نیست. تو پیشروی کامرا هستی من پسند میام پیشروی کامرا انشالله. بس شما پرسان کنین ما برای جواب میدم با خدا. درسته. برای هر چی معلومات دارین شما؟ ما داریم. ده هر چی. 100% گفته نمیده مثلا 50% خبر داریم مثلا. یعنی چی مثال ما برات بگم که امی ایویکس کی جور کرده امی تو یا گپ است مثال گپ. دیگه سوال ما این است که شما میفهمین که یعنی در دنیا هر چی معلومات که هست پیش شما هست یعنی بله بیخی کامپیوتر هست ماشاءالله ذهنت امی عینک خوبانین بیاره عینک هست فعلا خو نه دایی چیز هست یک کمی خطرناک معلوم میشه پرسنالیتی در با قرآن نه شما شوخی میکنین ماشاءالله ماشاءالله الله ماشاءالله بس با خدا هیچ در فیلتر ضرورت نیست. نه فیلتر به خاطر چی لازم است؟ یک فیلتر بزنیم روی صاف بیا چیز است ضرورت به فیلتر نیست ماشاءالله همینطور روی صاف میاسه کو حالا اینا بدون شوخی حالا اون طرف آمده نمیتونم که او را ببینم فیلم است همین تلفنی دا بتی ماکس برات میگیرم محمود جان چی میگین شما ما نه خدا چیز است شما بگیرین اگر باز دل شما شد باز با ما اجازه بدین پودکست پیش ببریم صحیح است ای ماشاءالله. خب محمود جان ما برات یک جوس میاریم که بله اما ما خو شرنباب یعنی انرژی یعنی جوس موس هیچ سر خوردنی نه خب ما تو یک جوس میخوریم دیگه چیز است. نه تشکر با ما اگر یک گلاس آب بتین خب بهتره میشه. شما چرا شیرینی نمیخورین؟ شیرینی به این خاطر نمیخوریم که فتنس شروع کردیم. من وقت میشه 2 ماه تقریبا میشه یعنی. خب اینطور یک کمی بدن خود نه بدن خود نشان دادن خب مهم نیست چون که ما اولین بار در فتنس یعنی سافتنام کردیم در عمرم. خب محمود جان شما از کجا آمدین؟ ما از کار آمدیم. بعد از کار کجا رفتین؟ بعد از کار فتنس رفتیم. بعد از فتنس خانه آمدیم. شب چند بجه است؟ 12 بجه شب است. شما چرا عینک آمدین؟ عینک هم دیگه نه شوخی میکنم. نه اون مقبول معلوم میشه. عینک خوشم آمد شاید با ما خوش میزیبا ما که سوال میکنیم به جوابشون شما خودتون بتین. چون که عینک به این انداختم که یک ببینم خودم در عینک چه رقم مقبول میشم یا دیگه معلوم میشه. مقبول شدین نه دیدین؟ حالا میشه با خود خوب لیکن با دیگه نمیفهمیم دیگه. نه برای ما خو مقبول هستی بخور هیچ فیلتر ضرورت نداری قسم برات میخورم این مردم میبینن شما را شما می تو خدایی چی نور داره گل خندان هستین آبی دینی شوخی شما سر خود باور ندارین چرا نگه پای ما خنده گرفت شما نه بگو نه حالا هر کس به خودش مقبولی به خودش زیادتر معلوم نمیشه قدر. یعنی شما میگین که با مردم شما مقبول معلوم میشین با خودت اینقدر مقبول معلوم نمیشین. نه حالا با خود مقبول معلوم میشیم یعنی نه ما خب برات بدون شوخی میگم ما مسلمان هستیم یعنی پیش رویت نماز خواندیم دروغ نمیگم صحیح با ما خب به خدا مقبول ترین انسان در جهان خودت هستی. چرا؟ اخلاق داری انسانیت داری بیادر فهمیدی با کسی ضرر نمیرسانی بیادر شما جدی نگیرین ما تو مزاح کرده رایستیم صحیح بیادر امی تو راستم قربانت شوم خنده کن نام چایدن ما خنده کن است نه به مردم یکمی خنده کن عالمات تو را گفتن تو به سلو در کرکتر ویلن بری امی تو راست یک دم نه یک دم مردم میترسه تو رو ببینه با خدا اور بادشاه خب محمود جان بگو دیگه قصه کن. قصه چه کنه ما اگر کسی بخواهد در جرمنی بیایه دربارش معلومات داده میتونین که به چی کاره را کنه؟ بله خب آفرین والا شما واقعا معلومات زیاد دارین چون که گوش میکنیم خود ما میخوانیم
چیز باره از او. نه ماشاءالله تعلیم یافته خواستین شما، ما خب میشناسم شما را. چرا خنده میکنی؟ نه شما نه که شما بسیار خطرناک هستید. اگر خوشتان نمیاد بکشه. نه ماشاءالله. نه خودم تعلیمات نگرفتیم مثلا با خود میفهمیم. یعنی چی میفهمید؟ هر باره که مثلا چی میخوایم. ما تو کل روز کار کردیم نمیتونه. شما هم خستن ما هم خسته خو هستیم. حالا خود چی کنیم؟ یک اینترویو میتی باز خواب میکنیم که خواب کنیم دیگه. صبح که باز به چند بجه بخیزیم؟ 8 بجه بخیزیم ما تو بریم سری کار. بله سایز بیاده. باز از اونجا باز هر وقت رخصت کردیم جیم است، باز هم اینجا میم باز صبح روزش قسم میکنیم که چی کردی محمود جان چی شد. صحیح مشکل سایز بیاده. آلی یعنی ای بگو فقط در ویدیو که درباره چی شما معلومات دارین که مردم اگر یعنی استاد استناب کون ہے استاد دو کے استاد کون ہے استاد کا استاد